امروز برای شما عزیزان و گرامیان کانال قسمت دوم از دعوت قرین شخصیتون رو آماده کردم که انشالله با هم در ادامه همراهی خواهیم کرد. قسمت اول رو بنده چند روز قبل در کانال قرار دادم و عزیزانی که این مرحله رو دنبال میکنن باید حتما مرحله اول رو دنبال کرده باشند و انجام داده باشند تا به مرحله دوم برسیم. بریم تا در ادامه بنده این آموزش رو خدمت شما ارائه بدم. با نام و یاد حضرت قدوس دادار پایدار حی قیوم و با درود و عرض احترام خدمت تک تک شما همراهان، عزیزان، گرامیان و پرنوران کانال و علم آموزان. امیدوارم در هر کجا که هستید تنتون بدون از ناز طبیبان باشه و کجی و کاستی نداشته باشید. اگر هم بالا پایینی در زندگیتون هست به خیر و صلاح ذل توجهات حضرت حق برطرف بشه. و همواره یک مطلب رو توصیه کردم در هر برنامه، اون هم این هست که برای که به فوت کوزه‌گری که خیلی ها بهتون نمیگن برسید و دریچه غیب براتون سریعتر باز بشه، به خوشبختی برسید عزیزان. این رو به جد دارم خدمت شما عرض میکنم. به بزرگترها، پدر و مادر، حتی کوچکترها، حتی کسایی نمیشناسید موسپیدان احترام بکنید و از غرور منیت دست بکشید عزیزان. این بسیار بسیار رمز عجیبی است که من به خدمت شما دارم میگم. سپاسگزارم از همه عزیزانی که کانال رو حمایت میکنن، کلیپ ها رو حمایت میکنن، کانال های ما رو حمایت میکنن، در کانال های ما سابسکرایب کردن، زنگوله های کانال رو زدن و به محض اینکه ما کلیپی رو میذاریم سری میان حمایت میکنن و خب آموزش ها رو هم نگاه میکنن، لایک میکنن، کامنت برای ما میگذارن، کامنت های محبت آمیز میذارن. سپاسگزارم. و شیر میکنن کلیپ ها رو. و اینکه سپاسگزارم از همه عزیزانی که بالاخره دارن همه عزیزان تبلیغات رو میبینن و همین کمک به تک تک عزیزان وقتی جمع میشه هر کسی این همین کار رو انجام بده کمک خوبی خواهد شد در کانال، برای اینکه ما دغدغه بعضی از امور رو نداشته باشیم و بتونیم بیشتر در خدمت شما باشیم عزیزان. و عزیزانی هم که میخوان کمک مالی به کانال بکنن برای حمایت های مالی میتونن از طریق آیدی پیپلی که مرتبا بر روی تصویر ظاهر میشه از اون طریق این کار رو مهرورزی رو انجام بدن. و راههای ارتباطی ما برای داخل ایران و خارج از ایران، حالا در هر کجایی که باشید، مرتبا بر روی تصویر ظاهر خواهد شد. لطفاً دقت بکنید به آیدی ها و شماره تلفن ها و اینکه سعی بکنید در زمانهای گفته شده فقط پیام و تماس داشته باشید. سپاسگزارم از شما. بریم سراغ مرحله دوم. خب عزیزان، بنده یک مرحله رو به شما گفتم، دیگه تکرار نمی کنم. برید اون کلیپ رو ببینید که در انتهای همین کلیپ بنده اون مرحله اول رو هم میگذارم که عزیزان به دوستان میگم بگذارن و شما برید اونجا رو نگاه بکنید. عزیزان قبل از اینکه این مرحله رو شروع بکنیم من بارها یه چیزی بهتون گفتم، این کانال آموزشی است. اگر میخواید به یک درک خوبی از این سری آموزش ها برسید، ماشاءالله ما تو کانالمون از همه افراد داریم، از عزیزانی از تاجیکستان، از عزیزان افغانستان، از عزیزان ایران، از عزیزانی که از پارسی زبانان در کشورهای عربی هستن، از عراق، این طرف آن طرف. نگاه بکنید بزرگواران، قسمتی که میاد بالای همین قسمت تصویر و یه نوشته هایی میاد برای شما، اونها کلیپ های خاصی است که بنده میگم کسی که ادیت میکنه اون ادمین برای شما قرار میده و در انتها حتما اینها رو نگاه بکنید عزیزان. اینها کلیپ های آموزشی است و باید شما در این اونها رو بلد بشید. خب مرحله دوم، مرحله اول رو انجام دادید، میرسیم مرحله دوم. عزیزان از مرحله اول تا مرحله دوم حداقل باید 1 هفته بگذرد. خب شما میدونید که مرحله اول 21 روز بود، بعد از اون 7 روز بگذاریم میرسیم به اول ماه دیگه. یعنی شما اول ماه دیگه رو باید در نظر بگیرید. اولین چیزی که باید بدانید این هست که قمر در عقرب نباشد، چون قمر در عقرب بسیار 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 خیلی، شما اون چیزی که فکر نمی کنید، بر روی قرین و سیگنال
اصطلاحاً قرین تأثیر میگذاره. پس این رو باید بدانید. به شدت نسبت به قمر در عقرب، مخصوصا در این مرحله دوم، باید حواستون باشه که تحت شعاع نباشه و این مسائل نباشه عزیزان. حالا من در بسته مقدماتی آموزشی که قبلا تهیه شده بود در مورد این مسائل صحبت کردم و در مورد نجوم و این مسائل عزیزانی که میتونن بسته رو تهیه بکنن به ادمین پیام بدن و تهیه بکنن و اون بسته رو حتما ببینید. و حالا من انشالله در صدد هستم که بسته های دیگر رو هم برای شما حتما از طریق آموزش انشالله آماده بکنم که عزیزانی که میخوام پیش ثبت نام بکنن در زمانش در کانال قرار خواهد داده شد اعلانش. منتها شما باید مقدار نجوم هم بدونید. اصلا دوستان نجوم بال از دو بال یکیش هست، یک بال از دو بال علوم غریبه است. شما باید بدانید که نجوم بسیار 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 مهمه. از دو بال پرنده یکیش نجومه. نجوم رو حتما باید بدانید، این خیلی خیلی مهمه. خب شما اون مرحله رو گذاشتید، رسیدید به مرحله دوم و اول ماه قمری. گفتم به شرط نبودن قمر در عقرب. به شرط اینکه قمر در عقرب نباشه شما کار رو شروع میکنید. صبح قبل از شروع عزیزان باید چی کار بکنید؟ غسل و نیت. غسل و نیتتون رو انجام میدید و آماده میشید برای مرحله بعد. عزیزان یه چیزی رو من بهتون همینجا بگم، در اون آموزش قبلی هم گفتم، باز هم تکرار میکنم، این که عزیزانی که احتمالاً حالا یا آلودگی مثلا سحر و این مسائل رو دارن، مثل آلودگی حالا مسح جن یا آلودگی دارن دیگه، در کل بر روی دوربر بدنشون یک حاله ای از این مسائل هست، عزیزان اینها به شدت باید دنبال ابتدا پاکسازی باشند و پاکسازی رو انجام بدن. در کانال هم پاکسازی های رایگانی همراه با اجازهش قرار داده شده که انشالله تا جایی که میتونید سعی بکنید که این کار رو انجام بدید. حالا عزیزانی هم که خودشون پاکسازی کردن نتونستن، میتونن به هر کسی که صاحب علم هست پیام بدن یا به ادمین ها پیام بدن. اگر خواستشون باشه بنده براشون انجام بدم، نخواستن عزیزان دیگری هستن که صاحب علم و فضل هستن و میتونن اونها براشون انجام بدن. ولی عرض کردم که آموزش های برای پاکسازی در کانال قرار داده شده که اونها هم میتونن شخصا از اون آموزش ها استفاده بکنن و انجام بدن. پس یادتون باشه به شدت برای این کار باید قرین شما از اموراتی مثل سحر و اینها دور باشه و پاکسازی شده باشید. خب عزیزان این عمل بخور دارد. این عمل عزیزان خط مندل دارد. این عمل تحسین دارد و این عمل گرامیان اسراف حتما دارد. اینها حتما و حتما باید یاد شما باشه. هم عمل بخور داره، هم خط مندل داره، هم تحسین داره و هم اسراف. خب خط مندل دیگه بارها من توضیح دادم، فقط دیگه اشاره میکنم خط مندلتون باید پات ساعت گرد باشه و 7 خط، یعنی 7 بار این خط رو باید بکشید با هر بار یک آیت الکرسی. این هم از همینجا که شروع کردید دیگه بعد 7 بار باید به همینجا برسید و خط بسته میشه. یادتون هم نره عزیزان. دیگه آموزش های گذشته رو برید ببینید، من نمیخوام وقت کلیپ رو با این مسائلی که گذشته بارها توضیح دادم بگیرم. خب شما نماز عشا را میخوانید عزیزان گرامیان. بعد نماز عشا رو خوندید، حالا مثلا نیم ساعت یا 1 ساعت بعد شما مثلا میتونید از ساعت 9:30 تا 10:30 شب کار رو شروع کنید. از 9:30 تا 10:30 شب. ولی فقط و فقط عزیزان یادتون باشه تا قبل از اذان
صبح باید مطلب کامل شده باشد. یاد شما نره، وان هستید که اذان صبحتون تموم بشه و این مسائل که کارتون کلن به دیگه بی نتیجه خواهد شد. باز باید برید از سر نو ماه بعدی، باز از سر نو. پس سعی بکنید عمل به این صورت نباشه. عزیزان یه چیزی رو من بارها تکرار کردم، اینجا 100% تکرار میکنم: نماز سر وقت بخونید، قضا نشود برای این عمل. بارها گفتم. بعد برای این عمل عزیزان بسیار بسیار مهربان باشید با دیگران. اینایی که دارم میگم اینا فوت و کوزه‌گری است، اینا فوتشه. بد دهن نباشید، مغرور نباشید، فحش ناسزا، مخصوصا عزیزان، مخصوصا این برای شما سم است. سم که میدونید چیه دیگه. این برای شما زهر مهلک به بار میاره. این قضاوت، غیبت کردن، آبروریزی دیگران، آبروی دیگران رو بردن، پشت سر دیگران قضاوت کردن، اون بنده خدا هیچ اشکالی براش پیش نمیاد ولی شما بیچاره میشید. پس یادتون نره عزیزان، این کارها تاوان سنگین داره. بسیار خوب. پس این مسائل رو رعایت حتما بکنید. مهربان باشید، بد اخلاقی نکنید با پدر مادر، مخصوصا با پدر و مادر. الله اکبر از این مسئله. خیلی مراقب باشید عزیزان. دستتون برای دیگران باز باشه عزیزان. دستتون اینجوری نباشه. به دیگران محبت بکنید عزیزان. دست بده داشته باشید. این خیلی مهمه. حتی اگر میتونید 1000 تومانی به یکی کمک بکنید، کار رو بکنید. نگران نباشید. این کائنات به شما 100 برابر برمیگردونه. خب حالا نماز عشا رو خوندید، حالا 1 ساعت، نیم ساعت، 1 ساعت و نیم دیگه خودتون میدونید چه برنامه‌ریزی بکنید. میرید وارد اتاق چی میشید؟ وارد اتاق چله میشوید. خط مندلتون رو میکشید عزیزان. اسرافتون رو انجام میدید. تحسینتون اول انجام میدید، بعد اسرافتون هم انجام میدید. بعد اینکه اسرافتون رو انجام دادید، بعد میرید برای عمل. خب 14 صلوات مخصوص عزیزان. بارها گفتم که ابتدا و انتهای عمل صلوات مخصوص چه هست؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیاء و المرسلین علیهم اجمعین. این میشه چی؟ میشه صلوات مخصوص عزیزان. این رو 14 تا اول، 14 تا آخر دوستان گرامی یادتون نره. تحسین انتهایی یادتون نره، حتما انجام دهید. اینایی که بهتون میگم رمز عزیزان. با پای راست از مندل خارج شوید. شوخی نگیرید عزیزان. این مطالب رو من از سر بیکاری برای شما اینا رو نمیگم، وقتم رو تلف بکنم و وقت شما رو تلف بکنم. پس یادتون نره. چاقوتون رو حتما عزیزان لبه به سمت خودتون باشه. این رو هم یادتون نره. خب عزیزان در همون مندلی که شما عرض کردم بارها دیگه، مندلتون باید یه جور باشه اگر شما دراز کشیدید حداقل از پاتون و از سرتون باید به اندازه 30 سانت تا 35 سانت دستاتون رو باز میکنین، دایره بزرگتر باشه. این رو هم یادتون نره. شم عزیزان میتونید 1 تا 3 عدد استفاده بکنید. اینجا که مندل نشستید، اینجا جای زغالتون و بخوراتتون از شما اینجا نشستید، شماتون رو میتونید اینجا بذارید، یا حالا یکی باشه یا 3 تا باشه دیگه خودتون میدونید. میتونید از یک شمع قطور بزرگتر استفاده بکنید که وقتی جلوتون میذارید نورش هم بیشتر باشه. حالا فتیلش مثلا میخواید عوض بکنید، فتیلی درشتر بذارید که نورش بیشتر بشه، خودتون میدونید اون رو. ولی باید شمع استفاده بکنید. نمیتونید از نور برق استفاده بکنید. باز بیاد بگید من از لامپ میشه استفاده بکنم، از لامپ موبایل میشه. موبایل و اینها با خودتون نبرید عزیزان. موبایل با خودتون نبرید. موبایلتون روشن نباشه اونجا هم دارید کار میخونید هم SMS بازی بکنید. دیگه واقعا نمیدونم، یه مقداری بعضی چیزها رو باید تفکر بکنید دیگه. وقتی گفته میشه هیچ وسیله الکترونیکی، هیچ وسیله الکتریکی دور براتون نباشه، یعنی همین. خب داخل همون خط مندل، داخل خط مندل شما باید نماز بخوانید، باید
سجاده خود رو پهن نمایید و 2 رکعت نماز بخوانید عزیزان. 2 رکعت نماز میخونید. نماز اول یعنی 2 رکعت نمازتون هر شب همین هست. رکعت اول بعد از سوره حمد، رکعت دوم بعد از سوره حمد. رکعت اولتون عزیزان بعد از سوره حمد باید آیه 1 تا 10 سوره الصافات، آیه 1 تا 10 سوره الصافات و رکعت دومتون 7 مرتبه آیت الکرسی میخوانید عزیزان. 7 مرتبه آیت الکرسی میخوانید. در دعای دست یا در همون قنوت شما میتونید دعاتون رو فارسی هم بگید، ترکی هم بگید، عربی هم بگید، خودتون میدونید زبان مادرتون. خداوندا بر من از دریچه غیبت نوری عطا کن. این رو میتونید اینجوری بگید، حالا ضرورت هم نداره، ولی این که نوری عطا کن، چشم من رو بر کالبد قرینی خودم باز بکن و او رو بر من نمایان بکن. این در دعای دستون میخوام به رحمتک یا ارحم الراحمین یا به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم. تموم. این هم در دعای دستتون میتونید بخونید عزیزان. فقط آیه 1 تا 10 سوره صافات سعی کنید حفظ بکنید دیگه، خیلی آسونه، سخت هم نیست. بسیار خوب. 2 رکعت نمازتون رو خوندید عزیزان. همون سجاده‌ای که اونجا نشستید باید شروع کنید به خواندن عمل. باید عزیزان چیزی که به شما میگم رو بخوانید. آیه نور، آیه 35 سوره نور، آیه نور رو باید 101 مرتبه بخوانید. آیه نور رو که 101 مرتبه عزیزان خواندید، بعد سر میذارید به کجا عزیزان؟ سر میذارید به سجده. سر میذارید به سجده و در سوره قاف عزیزان، در سوره قاف، من اجازه بدید آیش رو پیدا بکنم، شماره آیه رو، که من دیگه شماره آیه رو به شما بگم که به راحتی بتونید ازش استفاده بکنید. آیه شماره 23 سوره قاف یا سوره قاف به این صورت، حالا فرق نمیکنه، به این صورت بذار بنویسم خیلی از دوستان. آیه 23 شماره 23 سوره قاف رو باید 72 مرتبه تکرار کنید. بعد سرتون رو به سجده میگذارید. اول این رو بخونید، بعد سر به سجده میگذارید عزیزان. بعد که سر به سجده گذاشتید، آیه آخر سوره یاسین، آیه آخر سوره یاسین رو در سجده عزیزان باید 72 مرتبه بخوانید. پس آیه نور رو میخونید 101 مرتبه، آیه شماره 23 یا سوره قاف رو میخونید 72 مرتبه، بعد سر به سجده میگذارید عزیزان. بعد که سر به سجده گذاشتید، آیه آخر سوره یاسین رو، آیهش این هست: فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. این آیه هست، آیه آخر سوره یاسین رو سر به سجده میگذارید و 72 مرتبه میخوانید. بعد که اینها رو خوندید عزیزان، حالا این کاسه آب که میگم باید ابتدا آورده باشید. من اول این رو بهتون نگفتم، یعنی یادم هم رفت بهتون بگم. این کاسه آب رو همراه داشته باشید. بعد که این رو خوندید، سر از سجده بر میدارید عزیزان. در این کاسه که داخلش آب دارید، 4 آیه آخر سوره حشر رو عزیزان 21 مرتبه و آیه شماره 59 سوره یاسین که سلام قولا من رب الرحیم هست رو در این آب دوباره 40 مرتبه میخوانید و از این آب میخورید. به صورت هم بزنید ولی از آب حتما بخورید عزیزان. این رو هر شب باید تکرار بکنید عزیزان. این
این دوره 21 روزه است. منتها فرقی که این دوره داره با دوره قبل که شما ممکن هست در دوره قبل عزیزان به نتیجه نرسید، خیلی ها ممکنه به نتیجه برسن، اما فرق این دوره این هست که شما گرامیان در شب 7 به بعد از این دوره، در شب 7 به بعد از این دوره در خوابتون، در رؤیاتون اول کسی رو میبینید. بارها بهتون عرض کردم که شبیه به خودتون، اصلا خودتون هستید. منتها دوره دوم اونهایی که در مرحله اول میبینن ممکنه مقداری تیره و اینها ببینن، ولی عزیزانی که در مرحله دوم، یعنی مرحله اول انجام دادن، مرحله دوم رسیدن از شب 7 به بعد، خودتون رو به شکل یک آدمی میبینید با لباس بلند سفید و ممکن هست اول عزیزان کمر به پایینش رو نبینید، یعنی فقط یه آدمی رو ببینید که مثلا لباس سرهمی بلند داره مثل دشداشه و در سمت راست شما میاد. یواش یواش چهرهش بر شما آشکار میشه. ادامه که بدید این برای شما آشکارتر میشه و عزیزان انقدر این کار رو ادامه بدید تا صدای اون رو کامل بشنوید در بیداری. بعد که صداش رو شنیدید در بیداری نیازی نیست که حتما او رو ببینید و اونجاست که عهدش با شما بسته میشه عزیزان. به هیچ وجه من الوجوه در این عمل به هیچ کس حرفی نمیزنید. عزیزانی که این عمل رو انجام دادن اون موقع که صداش رو شنیدن، حتی بعضی عزیزان دیگه خواهند دید، یعنی در بیچشم باز هم خواهند دید. عزیزان دوستان این موجود برای شما یک سری مشخصه ها داره. وقتی که میاد انگار شما شارژ باتری میشید، به جای اینکه بترسید و این مسائل، یعنی شما قوتمند میشید. چون عزیزانی که حالا در چله نشستن میدونن موجودی از هر جا بیاد آدم رو اول یه دشارژ میکنه، یعنی انرژیشو میگه. برعکس این مطلب هست وقتی ایشون تشریف بیاره، یعنی اون از کنار شما که میاد کالبد خودتون هست و شما بر شما نمایان میشه، انگار که بسیار بسیار قدرتمند میشید. از فردای اون روز کامل حالات شما عوض میشه. عرض کردم لازم نیست که اون حتما بیاد جلو شما بشینه، ممکن هست نیروهای دیگه بیان شما رو گول بزنن، اذیت بکنن. بسیار بسیار مراقب باشید و بسیار بسیار باید حواستون جمع باشه عزیزان. هر موجودی اومد و هر موجودی دیدید اومد شما رو دشارژ داره میکنه، حتی مثلا خودتون شبیه به خودتون اومده نشسته و شما رو داره دشارژ میکنه، اصلا بهش توجه نکنید. صداتون رو قدرتمندتر شروع کنید به صدای بلندتر خوندن، نگران نباشید و فرار خواهد کرد عزیزان. یادتون نره. پس این مطالبی که گفتم رو به شدت بهش دقت بکنید. انشالله که خداوند شما رو در این امر موفق میکنه به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم و برکات و نعمات این عزیز رو که کالبد قدرتمند خودتون هست رو خواهید دید در زندگی. اصلا روزگارتون میتابه عزیزان، این رو به شما اینجوری بگم. بعد خواهید دید حرف من رو میرسید بهش. عزیزان دعا بکنید بنده رو، بندم شما رو دعا میکنم در موفقیت و برکت و سلامت. کانال ها رو به شدت حمایت بکنید، کلیپ ها رو حمایت بکنید و کانال خودتون هست. ادامه بدیم انشالله به جای خوب برسیم و عزیزان انشالله به نتیجه خوب برسم، بندم خوشحال بشم انشالله. در برکت و سلامت حضرت حی باشید و تنتون سالم، همراه با خانواده در هر کجا هستید، بی نیاز از دوا و دارو باشید. دستتون جلو هیچ کس دراز نباشه الا ذات متعال حضرت حق. تا برنامه و آموزش دیگر، دادار پایدار یارو یاورتون.